هرگز در موقعیتی که خود در آن نبوده ای کسی را قضاوت نکن. هرگز تحت کنترل و تأثیر 3 چیز قرار نگیر: گذشته، پول و مردم. هرگز 3 چیز را فدای هیچ چیز نکن: احساست را، صداقتت را و خانواده‌ات را. هرگز برای خالی کردن خودت دیگری را لبریز نکن. هرگز در یک زمان دنبال 2 خرگوش ندو. هرگز فرصت کم را با سرعت زیاد جبران نکن. هرگز با مشت گره کرده نمیتوان به کسی دست داد. هرگز با انگشت کثیف به عیوب دیگران اشاره نکن. هرگز در حضور نفر سوم کسی را نصیحت نکن. هرگز دریای آرام از کسی ناخدای قهرمان نمی سازد.